تمام هستی در همین دو جمله خلاصه میشه. اگر به خداوند اعتقاد داریم پس به چه چیزی اعتراض داریم؟ و اگر به خداوند اعتقاد نداریم پس به چه کسی اعتراض داریم؟ اعتراض کردن نشانه جدایی ما از جریان پذیرش زندگیه. وقتی به خدا ایمان داریم یعنی باور داریم که هر آنچه رخ میده جزئی از نقشه بزرگتر خداونده. نقشه‌ای که شاید در لحظه برای ذهن محدود ما مفهومی نداشته باشه، اما در بستر زمان رازهای خودش رو برای ما آشکار میکنه. خداوند یعنی حکمت مطلق و اگر به چنین حضوری باور داریم پس حتی رنجها، سکوتها، دوریها و گره های زندگی نیز بی علت نیستند. اگر باور نداریم پس به چه کسی اعتراض داریم؟ چه کسی را مسئول بدانیم وقتی جهان را تصادفی و بی معنا می‌بینیم؟ اگر باور نداریم شکایت تنها زمانی معنا پیدا می‌کنه که به وجود یک منبع قدرت و یک نظم پنهان باور داشته باشیم. پس هر بار که زبان به اعتراض باز می‌کنیم بیاییم لحظه‌ای درنگ کنیم و از خود بپرسیم این خشم، این گله از کجا می آید؟ از جهل ما به حکمت خداوند یا از ناتوانی ما در دیدن معنای پشت ماجراها؟ به یاد داشته باش که پذیرش نقطه آغاز آرامشه و آرامش بوی ایمان میده. پس با تمام وجودت بنویس من به خداوند ایمان کامل دارم.